با ویدیو امروز میتونید 1000-2000 دلار ماهیانه در بیارید بدون اینکه کاری کنید. فقط باید قدم قدم این ویدیو رو دنبال کنید که کلاً هم 5 دقیقه هم طول نمیکشه و حتی توی خواب هم میتونید پول در بیارید. کل مراحل راه اندازیش هم 5 دقیقه هم طول نمیکشه. برای شروع هم باید برید به این وبسایت etsy.com. etsy یه وبسایت فروشه که فروشنده‌هاش هم مردم عادی هستند. تو همه کشورهای دنیا به جز 5 تا کشور از جمله ایران فعاله و برای عضویت باید با فیلتر شکن برید. وارد وبسایت میشین و هر چیزی رو که میخواین سرچ میکنید براتون میاره، انتخاب میکنید و اوردرتون رو میزنید و بهتون ارسال میشه هر جای دنیا که باشید و هر روزه هم داره این وبسایت بیشتر پیشرفت میکنه. ولی چون ما داخل ایرانیم نمیخوایم که یه محصول فیزیکی بفروشیم و میخوایم یه چیز دیجیتالی بفروشیم. برای شروع هم وارد وبسایت که شدید اون بالا ساین این رو میزنید و باید عضو بشیم. عضویتش چیز خاصی نداره، ریجستر رو میزنیم و مثل بقیه وبسایت ها ازمون ایمیل و اسم و پسورد میخواد، اینا رو وارد میکنیم و ریجستر میزنیم یا اینکه به سادگی از همون اکانت گوگلمون استفاده میکنیم و عضو میشیم. بعد عضویت هم بهتون ایمیل میاد و اکانتتون رو باید کانفرم یا تایید کنید. تایید کردید دوباره وارد سایت میشیم و چیزی که میخوایم بفروشیم و سرچ میکنیم، یعنی دیجیتال پلنر، برنامه ریزی دیجیتال، یه چیز جدیدی که زیاد توی ایران مد نیستش. انواع اقسامش رو میاره تو قیمت‌های مختلف. یکی از ارزون تریناش همینی که مشاهده میکنید $13.5 که فقط هم 171 کی ریویو و کامنت داره. میدونیم که اکثر افرادی که محصولات خریداری میکنن کامنت نمیذارن. همین 171 رو ضرب در 13.5 کنیم میشه $2320 ماهیانه. مبلغ خیلی خوب و فوق‌العاده‌ایه برای مخصوصا ماهایی که داخل ایران زندگی میکنیم و هر روز تورم داره زیادتر میشه و از اونجایی که ما محصولمون دیجیتاله تا ابد میتونه داخل این وبسایت بمونه و برامون کسب درآمد کنه. حالا ما این دیجیتال پلنر رو از کجا پیدا کنیم؟ کلی وبسایت هستش، یکیش همینه لو کانتنت PLR پرینتبل و این سایت جزو تخصصی ترین سایت ها برای دیجیتال پلنر هست و قطعا هم رایگان داره و هم پولی، ولی ما رایگاناشو میخوایم. اون بالا قسمت کاتگوری داره، همونجا که بزنید فریاشو میاره، دومیش فری PLR پرینتبل رو اون میزنیم کلی باسمون میاره. حالا من برای این ویدیو میخوام از همین اولی استفاده کنم. همونو که بزنید دوباره وارد یه صفحه جدید میشید، همش هم فریه و بی نهایت داره، خودتون میتونید انتخاب کنید. ویو دیتیلز رو میزنم وارد این صفحه میشم و دوباره ویزیت ساپلایر رو بزنم وارد صفحه اونا میشم. خودش هم میبینید نوشته میک فری مانی ویز کامرشیال، یعنی از این روش پول در بیارید. خودشون رایگان گذاشتن که شما استفاده کنید و پول در بیارید. هیچ مشکلی هم بعداً گریبانگیر شما نمیشه، خیالتون راحت باشه. برای دانلودش هم میگه اسمتون رو بزنید با ایمیلتون. اسم و ایمیل رو که بزنیم میریم واسه مرحله بعدی که get your free. بعد میزنیم و یه ایمیل میاد و کانفرم میکنیم، تاییدش میکنیم و اینجا واسمون میاد لینک های دانلودش. اولش شاید شوکه بشید چون براتون قیمت نوشته، ولی برید پایینتر به اندازه همون دیسکاونت یا تخفیف زده و نیازی نیست پولی پرداخت کنید. یه ذره ازتون اطلاعات میخواد، دوباره اسم و فامیل و ایمیل و پسورد و تکرارش که همه اینا رو وارد میکنیم و میریم واسه صفحه بعدی و مرحله بعدی. نکست رو میزنیم، این صفحه براتون میاد. اینجا دوباره میتونید پرداخت کنید ولی اشتباه نکنید، اون لینک هیر نوشته اونو بزنید، این صفحه میاد. روی لینک دوم بزنید همون پلنر واسهتون دانلود میشه. حالا که ما دیجیتال پلنر رو داریم باید بریم سایت اتسی. سایت اتسی رو تا ته برید پایین نوشته سل آن اتسی، فروش در این سایت. تو اینجا هم میبینید که گفته برای هر محصولی که میخواید توی وبسایت بذارید باید 20 سنت بدید، ولی نگران نباشید چون میتونید پول خیلی بیشتری در بیارید و کلی ویدیو آموزشی هم تو کانال خودم هست رو میذارم که بهتون درآمد دلاری رو یاد میدم. یه موضوع دیگه هم هستش که میگه 6.5% هم میگیرن و که نگران اون مبالغ نباشید، اونا رو از فروشتون کم میکنن، اون نیازی نیست همون اولش بدید. و باید بریم دوباره توی سایت اتسی. اول ویدیو که گفتم باید عضو بشید، همون جایی که عضو شدید توش کلیک کنید و سل آن اتسی رو میزنیم که فروشگاه خودمون رو راه بندازیم. برای راه انداختن فروشگاهتون هم یه سری اطلاعات ساده ازتون میخواد، مثل زبونتون و لوکیشنتون که میتونید انگلیس یا آمریکا یا حتی کشور همسایمون هم بزنید. اسم فروشگاهتون هم هر چی دلتون میخواد میزنید و میتونید عکس پروفایل هم برای فروشگاهتون انتخاب کنید.
بعدش باید بریم سراغ لیست کردن و قرار دادن محصولاتمون. برای محصولتون باید عکس اضافه کنید، میتونید از سایت ها استفاده کنید، اسم محصولمون رو میزنیم، مثلا میتونید بزنید دیجیتال پلنر 2024 2025. یه سری اطلاعات دیگه هم هستش، مثلا میگه محصولتون کاتگوریش چیه، دیجیتال یا فیزیکیه، دیسکریپشن یا توضیحات برای محصولتون میتونید بنویسید که از سایت ها دیگه میتونید راحت کپی کنید. تگز بزنید، مثلا دیجیتال پلنر، سال بزنید، قیمت رو باید بزنید که توصیه میکنم قیمت رو از رقیبا یه ذره کمتر بزنید تا مشتریای شما بیشتر بشه، مثل $9-10 بزنید و یه درآمد مخفیانه و خاموش برای خودتون بتونید ایجاد کنید. بقیه چیزاش هم که چیزی نیست، میتونه مثلا مراحل پرداخت باشه، میتونید پیبال بزنید، امنیت فروشگاهتون رو ببرید بالا و همینو بس. فروشگاه شما راه افتاده و درآمد شما هم فعاله. و اگه ویدیوهای آموزشی بیشتر میخواید حتما کانالم هم سابسکرایب کنید.